سلام لیدیز اند جنتلمن، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه فیلمیاب کانتنت 2. کانتنت 1 رو من کانتنت اگه اسمشو درست گفته باشم حسابرس 1 رو چند وقت پیش دیدم. یه نقد شیرین، اسمشو گذاشتم نقد شیرین، توی کانال جدیدی که زدم خارجی براش گذاشتم. میتونید لینکش رو توی دیسکریپشن هست برید نگاه بکنید. و برای اینکه نقد فیلم دومم بتونم تو اون کانال بذارم گفتم اول روی این کانال بیام نگاش بکنم. کانتنت 1 خیلی دوست داشتم، به نظرم خیلی فیلم شسته رفته و خوبی بود. به عنوان یه فیلم اکشن قابل احترام بود، قابل نقد بود و انقدر خوب بوده که بعد از چندین سال بیان دوشو بسازم. برای همین بدون معطلی برو که رفتیم. مسابقه چیه؟ پیر نمیشی رام هستم. لهجهش ایتالیایی بود، آمریکای جنوبی لاتین. برک پیرتر از اونی که رئیس باشه و خود اینم پیرتر از اونی که هنوز مأمور باشه. دوستش داریم؟ نه بهشون علامت داد، گفت بیایید. از که دختر اومد تو بیایید. نه حدث بذار اینجا یه ماجرای سگانه در پیش 3 تا گروهند. صدرمن نبوخ اقتصادی اینا دنبال کینگن طبیعتا، ولی خب حالا دختر کمکش میکنه. اگه دختر کمکش کنه قاعدتا دختر لاغره یه دیگه نیست تو این فیلم. اونم حسابدار بود، بعد یه جورایی دوست چیز محسوب میشد. این عکسه که آشنا نیست. این حسابرسه، پیش میاد حسابرس باشه. تکتیر اندازش خیلی خوب بود. راسته آخر جا خالی داد. دوست دارم همیشه تو فیلم ها با اسلحه دوستش خودش نمیکشه. جکی چان تو این چیزا خیلی خوب بود، حتی اون نمیکشت تو بعضی فیلماش. های جا حساس هم میزنن از که دوست دارند. جاسپر یه آدم با شرف هیچ وقت نمیزنه. معمولا اینم معمولی چیزیه. وای زدش. من گفتم تو با شرفی نامد، ولی نوشت رو کانتنت اسمشو درست گفتم. دستش نوشت چیزایی که یه فیلم باشه که بتونه منو بیدار نگه داره. از منشیه من یاد اون بازیگر معروف انداخت. صداش رو، موهای پشت سرش، موفرش و اینا. طبق معمول من خیلی با اسما رو بلدم، یعنی با اسما خوبم. پیس پولیسی چیزی ریکینگ. آره میاد دستش رو چک میکنه. و سردخونه ریالی نمیشد 5 دقیقه بیشتر تو فیلم نگهش داری. حیف بود. حالا با اون دختره رو تحمل کنیم به جای این. فقط سوال پیش میاد که به حق این سوال پیش میاد که یعنی اینا همشون خواستم همین رو بگم، اینا چک نکردن دستش رو، این حالا باید بیاد چک کنه. بن افلک قیافش خیلی عوض شده. اگه همون باشه، حداقل این قیافش هنوز همونه. مردشور که نه، کسی که بخواد بره بالا سر مردشور آبیه رو پشاره اون بیشتر بهش میاد. آره بن افلکه، حالا از این زاویه بهتر تشخیصش. اینم چقدر پیر شده، صورتش بده سالانهای افاف حجاب خودمون افتاده. نه جنبه مذهبی. قرار اول که میگفت این بود. خوشم یه جنبه کمدیش. یه چیزی شبیه گفتم بلایند دیته، ولی این تو روز روشن دیته. تکراری. Have a nice day. Have a good day. اینا هم داره روش آزمایش میکنه. هیچ دوستی نداره، هیچ کی با این ازدواج نمیکنه مثل من. این بد نیست. خوش تیپه. بشمید از این چیزا هم هست با جنما، از همه ملیت هم هستن.
برای همین همه میرفتن سراغش. پروفایلش انقدر خواهان داشت ولی الان هیچ کی نیست که باش صحبت بکنه. زندگی واقعی چه فایده داره تو پروفایل دروغ بگیم؟ مدینا چه چیزی برای ما کشف کردی؟ کریستیان وولف. من متوجه نشدم وولف بود زدش کینگو. من فکر کنم داشت ازش محافظت میکرد، شاید یکی دیگه زدش. مدینا دقیقا چطور الان تو اون اتاقی بود که کارت وولف بود؟ یعنی جای وولف بود اونجا؟ چون هاربر بود دیگه، گفتن هاربر. نه همون دختر است. دختره از یه حسابرس ساده رسیده به کمک دست شدن آخرین لحظه رهاش کرد، رفت خودش که خیلی پایان بندی اتفاقا جالبی هم بود و میتونست پتانسیل یه حسابرس دورم داشته باشه، ولی یه مرتبه بویست یه چرخش عجیب 180 درجه شده هم دست حسابرس و داره کمکش میکنه، اونم تو کارهای تکنولوژی و شنود و اینجور چیزا. عجیبه. برای جاشو پیدا کرده، اگر همینجا بمونه اونم اینا پیدا میکنه. دختره بهش خبر میده که مدینا منتظرت. این بود پس اون وقت دستش بود تک انداز میخواسته اینو بکشه، نه کینگو. شبیه حسابرس هست ظاهرا، تک انداز خوب و اینا و حرفه‌ای تو بتل جنگیدن. دختر خودش رسون به این مرده رو زد، دختره رو نزد. خب پس دخترم یه حرفه‌ایه تو کارهای جنگ تن به تن. حالا از روی عکس اینجا یه سرنخ میخواد پیدا کنه. این کارهای پلیسی هم اینجوری مثل شرلوک هولمز جذابه ها. چی میشه اگه کینگ زنده باشه؟ نبضش رو چک کرد اصلا ببینه کینگ زنده است یا نه. چقدر باید این بکنه تا بفهمی با تو کار داره؟ خب گفتی با هم کار داری، منم اومدم، ولی نه همون خونه، یه جا دیگه. تارا هم دیگه ندیده بودن، از نزدیک قیافش رو شناسایی نکرده بود. نه عاشق پازله. شیلی پس آمریکای جنوبی بودن لهجهشون. دوتاشون هم خود ری کشت اتفاقا. اگه دقیق بخوای پرسایسلی جوک بود. داره به نظر من جوک نبود، جدی بود. این بود جوک. تگزاس، شهر ارواح، شهر اسلحه آزاد. صبحانه آمریکایی همینه، پنکیک و یه ذره گوشت و یه ذره پوره سیب زمینی. اینا وضعشون خوبه، با چنگال هم میخورم. گفتش کردی. حالا چی میشد؟ تویوتا میتونه پیتزا رو ببره لب ساحل بده به اینا و اینا بمیره. اسمون بوده. That's a joke. باشه من میشینم، تو از من بهتری. همین از خواب بلند شد. یعنی رفته بود کارو تموم کرده بود خودش تنها. نشسته قهوه تو بخوری بهش بگی. خوشم میاد این جنبه های کمدی شو. پیتزا فروشی. خب اسمش یه جای دیگه هم هست لیست ری. امی پدر ایدس بوده. امی که زنه. پیتزا فروش استودیو. پیتزای ماشینی. درست هم نگاه نکرد. این دیگه کار توه. پیشکی نگاه آقلن در صفیک. یا چون غیر قانونی اینجا بوده برای همین از سیستم قانونی اینجا استفاده نکرده. پولشویی. 900,000 جعبه پیتزای بزرگ. بقیه درآمد از کجاست؟ I take time out of my busy day to answer your silly ass questions and you got the balls to accuse me of لازمه باید از نیروی بازو استفاده باید کرد. خوشم میاد خورتشن رو میزنه. نیاز نداشته که کله بخوره، خودش کله ای بوده. خودت یکیشونی. تلاوت که بدون همه چیز. من باز شدم تو به اینجا برسی. خب الان داشتیم همون کارو میکردیم. برلین، جرمنی.
چیکار مارگریت داری؟ آخرش نشست تا بتونه بگه. چه اسلحه‌ایه؟ منم یکی از اینا میخوام. شیشه شیر بر همین ساختم. اصلا بر همین برداشته به خودش زودتر. میدونست به نتیجه نمیرسه جلوی مارگریت. از پس مارگریت بر نیومد. دیگه شهر آز به آلمانی. مطمئن نیستم این فکتی که میگه حقیقت داشته باشه یا نه. بعد البته خود تری که اگرم راست باشه درآمد نداره، یا حیوانایی که در صاحباشون درآمد رو به دست میارند خرج خودشون هم میکنن یه بخشیشو. کریس داداشت. شمشیر نوری دستشه. فیلم قبلی تا جایی که یادم میاد هم چند روز پیش دیدم، البته کمتر کمدی بود. بعد داداشم خیلی کمتر بازی کرده بود که پتانسیلشو داره. خود بن افلک هم قطعا پتانسیلشو داره. فکر کنم بازی کرده چند تا فیلم کمدی با نقش اصلی. این دفعه که قطع کرد یعنی آره میام. از خداش اینجا رو ول کنه بیاد لس آنجلس. معمولا وقتی میخوان یکی رو بکشن از این حرفا میزنن آدمای دیونه. چرا اینا رو کشته؟ همینجوری محض تفریح که نکشته، کارشو کرده دیگه. دقیقاً اونطور نذاشته سر شغلت، تو خودت ادامه دادی و مجرمای دیگر هم گرفتی و تو کارت خوب بودی که ارتقا مقام گرفتی و یه بخشیش به خاطر حسابدار بوده و باید با این قضیه کنار بیای. بدون دلیل ازم عصبانیه. زده بابا رو کشته، باعث مرگ بابا است. تو رو خدا این کار نکن. That's disgusting. Currently. که فعلا کاریت نداریم دا بعد 8 سال و 2 ماه. بکنم دقیقا همون زمانیه که از فیلم قبلی میگذره. برای من فقط چند روزه. یه دست قطعش کنم ساز جیرجیرک میاد. خدا رو شکر ساز جیرجیرک مال تو فیلمه. میزدی زیرش برم پیشاشم. همینجا میشه استخره. رمز بود چند تا؟ 3 تا. ما 3 نفریم یا این 3 تا. وقت 3 تا رو فرق گفته بیان بالا براش رو. های یه قیمت من بالاست خیلی کمدی با همه میشده بسازی. تلاششونو کردن واقعا. خوشم اومد. حداقل تو این بمبارون و موشک بارون یک خواب نسبتا راحتی میتونن داشته باشن. حالا هم که نشست رو تخت خودش جگریه. همه حالا هم پول بهشون میده. مطمئن نیستم اینا همین کارا میکنن که این میخواد ازشون. چون اینا هم احتمالا غیر قانونی هن که داره از این کارا میکنن، چون نمیتونن جای استخدام بشن. خواهد رئیسشون رو پیدا بکنه. نگاه اون به تیفون تاست است توماس. بالاخره یه لذت بستری به همون دادی. پولا بگیره برو. بیشتر خیلی پوله. از کجا منم راست بگه؟ یا خب نقشهشون رو دروغ میگه بهشون. یه نقشه باشه که اینا رو گیر بندازن تحویل توماس بدن. اما این به نظر میاد کینه از توماس داره یا خوشش نمیاد از توماس به نظر همون کاری که این برادر برکستون گفت، خود برکستون گفت رو انجام داده. مستقیم به خود توماس صحبت کرد. نمیزن از اتاق خارج بشین. این میفهمه در چی میگه. اون زبانش خوبه. همیشه جواب میده. بگو مثل حسابدارا. بچه ندارم پس دلیلش چی بود؟ میخواستم همینو بگم. بیاد بیارید که ایدش با تلفن صحبت میکرد. سازمان امنیت ملی. گفت امیلیانو اسم کاملش. گفتم که اسم زنه. حداقل اینا به توماس رسیدند یا یکی از توماسی ها. جو که تو زدیش خب بلند میشه فرار میکنه. میتونه بره یا از کلن بیهوش شو. خب از خوب زدیش. حرفم پس میگیرم. دستگیرش کرد. که زد کینگو همون یکی مرد است دیگه که میخواست زنه رو بزنه. دست کینگو زده. اونجا که من گفتم 3 تا گروه وسطن، الان شدن دقیقا یه گروه اینا، یه گروه آدم کشه، یه گروه هم افراد دیگه. تکنولوژی چه کارا که نکرده با نسل جدید. خیلی دوست دارم بدونم این صدای هوش مصنوعی یا چی. هوش مصنوعی میتونیم جوری راحت تصور کنیم. همیشه هم سرش زیره. آره چهرهشو مخفی میکنه.
دقیقا اگه اکثر پاک نکرده باشه. سیاه پوسته. رید پاملا. دیگه خیلی دیر شده. حتی زنگ درم میتونم هک بکنم. رد لایت گرین لایت اسکوید گیم. این زنه همون زنه است که این زنه همون زنه است. تازه من فهمیدم که کیه این زن لاغره نیست که سابرس رو کمکش داره میکنه. اینا همشون مثل خودشن اوتیسمی. این زنه اون زن است که اوتیسمی بود تازه الان داره نشونش میده. وای یعنی خیلی ها فهمیده بودن قبلا که تو فیلم اولی همون زنه است که استرس صحبت میکنه. یعنی تازه من فهمیدم. پس گوشتم از تو اینا همه چی برش کن. چون اونجا تو اون مؤسسه بیمارانه حالت اعصاب و روان داشت با چی صحبت میکرد؟ با همین صدا حالت مثل پروفسور استیون هاوکینگ صحبت میکرد. این هم یه چیزی فهمید. این خودش کشتتشون شناختشون از اون. حالا ببینیم غریزه پلیسی این. وای فهمید. تویست خوبی بود یه لحظه. بکنم موقعی که اینو بهش نشون داد میدونست هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. خد ممنون میشده مگر این صدای بوم بوم که شبیه صدای موشکه را هی تو گوشم نمیزد. چه کسی هم وکیل شده. خب اگه تو حرف نزنی من خودم حرف میزنم. فیلم خوبی بود بگم. مدن 1 ساعت رو بس فیلم رفته اینم تونسته ازش حرف بکشم. اصلا چرا باید وقت مصاحبه با اینا صحبت با اینا تو یه فضای همچین جایی باشه که بشه با تکت انداز زد؟ البته که فکرشم میکنم که میخوام با تکت انداز بزنن از دور، ولی خب بازم با اینا معمولا نباید تو اتاقای مخفی و با اون لامپای اونجوری. یا خودش هم وکیل رو کشتن 2 زن زنده موندن. از سوال که برام پیش میاد میگن این مردا نفرستا دنبال اون دختره. بازم با جور در میاد. ولی خب تمام این مدت این دختره بوده داشته با این صحبت میکرده. از همون موقع باش رفیق شده بوده. ویژگی های منو میگه همه منو میگه خودت بیادب و خودخواهی یا خیلی زشت میزنی. Why someone must choose to be alone. کت پرسن. آدم سگ دوست، آدم گربه دوست. صدای موشک و اینام نمیاد. یه لحظه به دوربین نگاه کرد. بیا بریم مست کنیم. این موزیکایی که وسط فیلم پخش میشه اینا دوست دارم. یه ترک موزیک هم اول کار پخش شد اونو دوست نداشتم خیلی. کلا افتتاحیه فیلم زیاد دوست نداشتم، گرچه دونه ریخت برای بعد. تو میپریدی وسط میگفتی چطور آهنگ مورد علاقه منو. حالا آهنگ اینو میزنن اتفاقا تا اینا دارن بحث میکنن. ولی شرط میبندم این جاهای فیلم اگه اشتباه نکنم و این غریزه فیلم دیدن عالی من خوب کار بکنه مثل همیشه داره دونه میچینه برای فیلم سوم کانتنت. چون اصلا این جاها لازم نیست، میتونست از تو فیلم حذف بشه و میتونستم وجود نداشته باشه از اول. 1 دقیقه رقص کامل و چقدر بد تمرین کردن برای این صحنه. وای به چی کسی داره قلدر باز در میاره. داداش کوچیکه اومد وسط و شماره‌شو گرفت. آره فکر کنم اسمشو نوشته یه همچین چیزه. یه ذره مردونگی نشون داده. یس کانسپتیه که قابل باور نیست. از اینجور کانسپت تو فیلم اول هم داشتیم.
خب پس یک بخشی از مغزش از دست داده، بخش احساسات و بخش زاد و ولد کنی، عاشق بشی، زندگی تشکیل بدی، همه چیز نام شامل حالش میشه. ولی فقط رقابته، یعنی یه مثل یک ماشین کشتار جمعی میمونه دیگه. ظرف غذایی رو میزنه. حالا ببینید نزد یه لحظه انگار سری بچه ها رو کپی کردن. و جالبیش اینه که اون زنه با مرگ ری هیچ ارتباطی نداره، داشتن اصلا با هم دیگه میخواستن همکاری کنن. اون دختر از get the job done man what's going on. حالا اینجا هستش. من گفتم تو رو بکشم، برگشت اینجا چرا؟ راحت پیداش میکنم. حافظش از دست داده، قرارداد واگذار شد، دست نگهدار. یا آخرین چیزی که نیاز داشتیم اینه که یک قاتل حرفه‌ای بیفته دنبال مدینا. خیلی سریع بود. وای آهنگ غمگین دوست ندارم، یعنی تو راه میاد با 180 تا سرعت و نمیرسه، میکشتش. 200 کیلومتر بر ساعت. خدایشم سریع بود. حتی میتونن تصویر تند کنن. دارم نه هنوز زنده است، نفس میکشه. اکثر رو دید. حالا یه چیزایی به یاد میاره. این خودشه که یه پسر داشته. خالکوبی روی پاش. این مرده میزنه شوهرشو میکشه و پسرشو چی؟ مادر بوده دیگه. و اون صحبتی که او کرد گفت من مادر نبودم. نخوار سندونی. آره برو دنبال اون، قراردادت به درد نمیخوره. پلیس هم داره از راه میرسه، عکس‌ها رو برد. تلاششون رو تحسین کنیم به خاطر بازی خیلی عالیشون. دوتا داداشو از گودوارس. موتورش کو بازارم هک کردن. یه دکمه زد همش خاموش رو. من تحمل دیدنشو نداره. خب پهپادایی که کنترل میکردن اینا ابزار شلیک چیزی نداره، فقط فیلم برداریه. گمونم فقط برای نظارت میتونه باشه لب مرز. ولی خب چرا بچه ها رو ببرن وسط بیابون بخوان؟ اینجا دیگه اسپکت های فیلمیه. گمونم چند ماه گذشته از من اونجاشو دیگه دقیق خاطرم نمون. آرپیچی اصل جنس فرار کرد. و اصلا چرا او باید بیاد بگه بچه ها رو برید بکشید؟ این نگران اینه که دختره بیاد بذاره دنبالش دیگه. این همه زحمت برای چی؟ هیچی. آخر فیلم زیاد چیز خاصی نداره. اینجا یه سکونس طولانی اکشنه که دوتا داداش کنار هم دیگه دارن با نیروهای مکزیکویی می جنگن. بچه ها اینا باید اتوبوس مدرسه داشته باشن. واقعا پوششه درست هر اتوبوسی باشه دیگه. اینجا وسط بیابون اینجاش قشنگ بود و هست. یس نامرد. مثلا یکی از تکنیک های جنگ تن به همینه دیگه. دست بزر نقطه ضعف طرف. حالا تیر نیست توش. Burke is the guy you want. Listen to me, man. Died on Saturday. Listen to me. Burke is the. That was the end. که از خبیث‌ترین و بدترین جرم‌های عالم کار روی بچه ها. سال هر چیزی، قاچاق اعضای انسان، قاچاق کودک، ظلمی که به بچه ها بشه که نمیتونن دست پس خودشون، بزرگتران نمیتونن دست پس خودشون در چنین شرایطی بر بیانه. ولی خب منظور منم میگیرید. فیلم تمیزی. خب تو این سطح فیلم که میسازن کت پرسن بشنومت گربه وحشی باشه. همین حالا پیداش کرد، سرش کرد به چونه این یه صدایی هم کرد. عادت داره گربه این نره که بدونی که پشت خط. 7 years in the
مثلا 2 نفر بودن، یکیشون قرارداد قاتل است، با اون قرارداد بست که قرارداد لغو بشه، زنه میاد سر وقت اینو فیلم با دخل این اومدنه تموم میشه، سوته هم میزنه. دیگه فهمید کارش تمومه. ولی ریکینگ حتی مرگش هم خیلی رسوند. چطور میتونه کانتنت بگه که من شما رو گذاشتم سر کار؟ اونجایی که از دست دادم حالا میگم چیه. بچه میاندش، چه بچه هم فکر کنم اوتیسم داره دیگه، غالبا اون کاری که داشت میکرد با اون توپه و چقدر خوشحاله. ریستریکتد فون. آلبرتو حداقل جای خوبی داره میره. The point is we're supposed to be taking turns. When's it my turn? 8 سال دیگه بن افلک چه شکلیه؟ این چه شکلیه؟ اینم خیلی بازیگر عالیه و دوستش دارم واقعا، چهره شیرینی داره. خوب بود. پایان بعدیش چند تا لایه داشت، یه ذره آهنگاش رو دوست داشتم، یه سری لایه هاشون سکانس اکشن خوب لازم بود برای یه فیلم اکشن. پایان بندی اکشن خیلی قضاوت نمی‌کنم، زیاد چیز خاصی نداشت، خیلی راحت آدمای پس دشمن ها از پا در اومدند، خیلی ساده بود. ولی خب این یه فیلمیه که میتونه ادامه‌ش هم ساخته بشه و ادامه داشته باشه برای یه سال دیگه. کانتنت 3 ران داشته باشیم و اون زن لاغری که حسابدار بود تو کانتنت 3 حداقل ظاهر بشه. جایی برای او احتمالاً تو این فیلم نام پیدا نکردن. من قبول میکنم به عنوان یک فیلم اکشن 2 ساعت و 20 دقیقه کاملا قابل قبول بود، جز اون جاهایی که خودم گفتم میتونه دونه پاشی برای قسمت 3 باشه. اگر یک سریال بود خب طبیعتا میشد برگردن به اون رقصه، به اون دختره که نوشته بود فیلم اول تاثیرگذار. ولی خب اونجایی که یه لحظه من در شوک فرو رفتم که این دختر همونه، میخوام ببینم آیا فکر شده بود یا نه. یعنی خیلی ها تو فیلم اول تشخیص دادن یا نه. منم خیلی مشتاق شدم که واکنش بقیه روی یوتیوب ببینم که آیا بقیه هم تشخیص دادند. اینجا یه مقدار از خودم ناامید شدم که تو فیلم اول تشخیص ندادم و در عوض این حدس رو میزنم که ممکنه خیلی هم تشخیص نداده باشن.